بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قواعد الأربعة معنی چه؟ چهار قاعده که یعنی چه؟ این چهار قاعده برای ما چه ضرورترین قاعده ها هست. چه است؟ این چهار قاعده ضرورترین قاعده هست. قاعده ای که به این قاعده که انسان چه میفهمد؟ توحید و شرک میفهمد. حقیقت شرک چه بدنش میفهمد. چخیل شرک پیدا شد، چخیل شرکای، چخیل مثلا شرک معالجه کردن، طبابت کردن، چخیل کردن، همین چیزای مثلا چهار قاعده ای که هر قاعده ها اجزا از قرآن و سنت گرفتگی. این قاعده ها اجزا از قرآن و سنت گرفتگی که چخیل همین شرک مثلا چوای معالجه کردن، چخیل مثلا چه کردن که شرک ابین نبود. خلق معالجه کرده چی کردن. یعنی این قاعده های بزرگترین، قاعده های مهمترین چیزی که انسان چیش بیانه دنیای قبر و آخرت چیش به چی دارد تعلق دارد. تو وقتی که دونستی که عبادت نامیده نمیشد الا به چی؟ به توحید. شرکی آمد ولقد اوحینا الیک و الی النبیین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر تو بیان و از تو پیش خوب محمد صلی الله علیه و سلم به خطاب میکرد الله تعالی، تو به و از تو پیش آمدگی ها بر ندا یعنی چی؟ وحی آمد که اگر شرک آوردید عملاتون چی میشد؟ یعنی باطل میشود. آدم بی طهارت نماز خوند، چیکار کرد؟ بیکار نماز خوند. روزه داشتو، روزش رفت قطر بیا یک فیل آب خورد، چی شد؟ بیکار. یعنی این خیلی میکنه که آدم دویم احتیاط نشد این کار بیا نمی. پس این خیلی باشد عبادت به شرک در اومد، از همه بیشتر عبادت غیرو میکنه. خیلی که یعنی طهارت آدم شکرد نمازش غیرو میشد، همین خیلی مثلا عبادت چی به اگر شرک در اومد همین خیلی چی میشد؟ یعنی ابای نیرود. یعنی اعوذ بالله. فهمیدی تو؟ چی میشد؟ یعنی این چیز نیرود. اند امام رحمت الله علیه چی آورد؟ ما برای چیز فهمیدن چهار قاعده آورد. قاعده طبعا به کتاب بچه به دعا کتی فرق کرد. چی گفت؟ اعلام رحمك الله اسأل الله العظیم میگه رب العرش العظیم. یعنی دعا به چی؟ دعا به صفات‌های، یعنی به توسل صفات‌های علیای الله سبحانه و تعالی، بزرگترین صفات‌های الله سبحانه و تعالی. اسأل الله العظیم رب العرش ان يتولاك في الدنيا و في الاخره. يتولاك معنی چی؟ یعنی ان يجعلك وليا، یعنی توی ولی خودش گردونه دنیای و آخرت اندر. معنی يتولاك چی؟ توی نزدیک خودش، توی دوست کنه، توی نزدیک خودش کنه در دنیای آخرت. در هر دو دنیا تو چی کنه؟ یعنی ولی گردونه توی ان يتولاك في الدنيا و في الاخره و ان يجعلك مباركا اينما كنت. معنی مبارکا چی؟ یعنی عیسی علیه السلام چی بگوید؟ و جعلنی مبارکا اينما كنت بگوید. و من الله تعالی مبارک گردانید به جایی که بودم. معنی مبارک چی میگوید ابن کثیر رحمت الله علیه؟ معلما للخیر. معلما للخیر یعنی چی؟ معلمی خیر. خیر تعلیم دهنده چی بدست وای؟ خیر تعلیم دهنده چی بدست؟ یعنی خیر تعلیم دهنده چی وای؟ مبارک شدنی خواهی چی کنی؟ یعنی طلب علم کن، علم آموز، علمی که نشر میکنی میرسانی، این چی بدهی؟ یعنی تو مبارک بدهی. علم این چی؟ برای که حضرت با آب نوشیده ملای آبش از پسونده ملای خوردن و دست ملای موچیدن و بوسه کردن، این که نه. برای که بچی علم همین آدم میگذرد، اما وای جسد وای هیچ خیلی تو فایده نمیرسوند. یک دیگ مثلا افقات وای خوری که تو به هیچ ضرر هم نمیرسه، فایده هم نمیتیاد وای تو به چی وای علمی عالم تو فایده میرسوند. فهمیدید؟ همدا معنیش چی وای؟ عیسی علیه السلام که و جعلنی مبارکا میگه. مبارک معنی چی وای؟ معلما للخیر. معلم یعنی تعلیم دهنده خیر بدن. و ان یجعلک مبارکا اينما كنت و ان یجعلک چی یعنی و ان یجعلک ممن اذا اعطی شکر. وقتی که تو به داده شدی یک چیز، یک رزق روزی به گرفتار شدی، نعمت به گرفتار شدی، چی کنی؟ شکر کنی. لئن شکرتم، اگر شکر که کرده چی میشد؟ یعنی این شکر سبب چی وای؟ مزید زیاده نعمت الهی است. شکر که کردی الله تعالی نعمت چی میکنه؟ تو به زیاده میکنه. لئن شکرتم لازیدنکم لئن اعطی شکر و اذا ابتلی صبر.
ابتلی بلا به گرفتار شود، بلا ابتلا به امتحان به گرفتار شد، چی میکنه؟ صبر میکنه. سرش یک بلا اومد، یک چی شد؟ هم به چی گفتیم؟ یعنی صبر تیر نمود، صبر چند نمود؟ تیر نمود. صبر طاعت های الله سبحانه و تعالی به، صبر از معصیت ها خود داشتن، سون صبر چی به؟ تقدیر به بلاهایی که از یعنی چی به؟ از آدمی میشد یا که از الله سبحانه و تعالی، همش به چی کردن؟ یعنی بلا همش از الله تعالی، لیکن به سبب آدم میشد، بعدش هیچ خیلی آدمی وای به دست ندارد. مثل بلا همش به چی کردن؟ یعنی صبر کردن. هم به رسول صلی الله علیه و آله چی میگه؟ یعنی عجبا لامر المؤمن، میگه عجبا لامر المؤمن وليس ذلك میگه الا للمؤمن. اذا میگه اصابته سراء شکر کان خیرا له و این اصابته ضراء صبر کان خیرا له. اگر یک خوبی اومد مؤمن کارش عجب، چی نیک است، چی خوب است کار مؤمن. اگر یک نعمت و یک خوبی شد مباشرتا چیکار میکنه؟ وای شکر میکنه. اگر یک بدی آمد، یک بلا اومد سرش، چیکار میکنه؟ وای شکر، صبر میکنه، وای صبر میکنه. و این چیز فقط که بس تنها مؤمن ده، لیکن دیگه غیر مؤمن این چیز نعمت چیز محروم است. و اذا اذنب استغفر، اذا اذنب استغفر. استغفار چی است؟ یعنی سبحان الله بزرگترین چیز یعنی استغفار کردن. برای رسول صلی الله علیه و آله از روز از 70 تا 100 بار استغفار میکرد. یعنی برای همین رسول صلی الله علیه و آله چی میگن؟ احب، یعنی میگن که محبوب ترین چیز برای الله تعالی چی است؟ توبه است. الله تعالی دوست می‌دارد وقتی که بنده شاید چه استغفار توبه میکنه. همین سه چیز شیخ چی میگه؟ یعنی همین سه چیز میگه سعادت بنده در دنیای آخرت است. سعادت چی؟ خوشبختی. اگر یک نعمت به گرفتار شده شکر کرد، یک بلا به گرفتار شده صبر کرد، یک گناه کرد و استغفار کرد، همیشه اگر صفات داشته باشد وای بنده چی است؟ خوشبخت در دنیای آخرت داره. امام جان چی در اومده؟ ان الحنفیه چی گفتیم؟ یعنی المیل من الشرك الى التوحید هو المائل، یعنی وای دیگه معنی کته هو المقبل الى الله والمعرض عن غیر الله عن غیره. والحنیف که بوده یعنی الله به روح آورده از غیر الله تعالی، از تمام مألوهات، تمام معبودها روی میگرداند. یگونه الله سبحانه و تعالی به چی بوده روی آورده. انمین ملتی کی است؟ انمین دینی کی بوده؟ ابراهیم خلیل الرحمن ابو الانبیاء، دوستی الله، پدر پیغمبرهای ابراهیم. دینش چیه؟ همین حنفیه. روح الله به روح آورده، از تمام معبودها، تمام الهها روح گردانیده. یگونه الله پرستی چی بوده؟ این دینی که بوده یعنی ابراهیم. دیگه معنی کتی گفتگین دوای حنفیه چی بوده؟ ان تعبد الله وحده لا شریک له، لا شریک له، یعنی یگونه الله عبادت کرده، الله به چی شریک آورده. یگونه الله به عبادت نکنه و امرهای الله سبحانه و تعالی یگون شریک نمیبرده. دلیل این چیز به چی؟ الله تعالی میگه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و ما خلقت یعنی خلق، ایجاد شیء گفته، یعنی الله سبحانه و تعالی خلق کردن سببش چی؟ انس و جن خلق کرد الله سبحانه و تعالی برای چی؟ برای که عبادت. معنی عبادت چی؟ یعنی الله تعالی جن و انس خلق کرد برای تو که باید چی کنن؟ یعنی یگونه الله سبحانه و تعالی به عبادت کرده، یگونه الله سبحانه و تعالی چی کنن؟ یعنی توحید که شرک نبیاره. فهمیدین؟ تو چی فهمیدی اینجا؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون که فهمیدی؟ یعنی الله سبحانه و تعالی جن و انس برای چی خلق کرده؟ برای توحید ده، عبادت ده، عبادت. وقتی که تو فهمیدی که میگه فهمیدی که الله تعالی توی برای عبادت خلق کرده، توی وظیفت عبادت کردن، اکنون از همه پیش از همه بفهم که عبادت دامیده نمیشد الا به چی چیز؟ به توحید. عبادتی که وای به شرک در آمد چی میشد؟ یعنی میبرد. عبادت نامیده نمیشد الا به چی چیز؟ به توحید. چلی که نماز نامیده نمیشود الا به طهارت. به طهارت نماز خوندن جایز نیست؟ بودی کار اسپیگی می خود همین خیل چیز عبادت هم به توحید اگر عبادت کنه داده و چی میشد؟ یعنی بودی کرده. اگه چی بده ما یکم گرفتیم که چه عبادت به توحید عبادت نیست. نماز چلی که نماز به طهارت نماز نیست. اکنون اینجا دیگرش که اگر خالته، اگر همین عبادت به شرک آمیخته شود، شرک در آید و چی میشد؟ یعنی فساد میشود. خیلی که نماز به طهارت به
هدف دارد. هدف چی گفتیم یعنی روی دادن شکستن. مثل شکستن مثلا، مثل آدم طهارتش شکند چی میشد وای؟ طهارت میشد نه وای طهارت نامیده نمیشد وای، از طهارت برآمد یعنی وای چه طهارت نامیده نمیشد وای چی فهمید؟ خود در مثل چیز عبادت به مگر شرک در آمد و عبادت نامیده نمیشود. فهمید؟ عبادت چی وای فساد میشد، عبادت ابای میرود. اناکن تو همین چیزی که دونستی که عبادت به توحید عبادت نیست، عبادت به شرک در آمد و عبادت فساد شد، تو اکو چیکار میکنی؟ بترسه این چیز. اکو تو چی کنی یعنی تعلیم توحید خوان. توحید خوان که شاید که الله تعالی چه یونجی که تو الله تعالی از همین شبکه، از همین تور شرک، از همین تور منتوم موهی شکار کنیم میریم که موهی قابیدن برای تور داره. سبا همین توری به شکلی که موهی هم تور به میافتد، این شرک هم یک تور است که اعوذ بالله دونم میافته. خواهی که همین چیز به نافته چیه آموز توحید نق بفهم که یعنی این چیزای شرک مثل توری است که خدا نادونست میافته. شکلی که موهی نادونست میافتد، چون خدا نادونست داره همین شرک میافته. این چیزای شرک بزرگترین شرک، گناهی بزرگترین شرک، گناه چی است؟ شرک است. تمام گناههای الله میبخشه لیکن شرک چی نمیبخشه. دلیل الله تعالی میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله تعالی شرک نمیبخشه. شرک اعوذ بالله انسان به توبه مرده برود و نمیبخشه. شرک مشرک به چیزای جنت حرام است. شرک چی میگه رسول صلی الله علیه و سلم حدیث ابن مسعود در حدیث بخاری ده من مات وهو يدعو مع الله ند وهو يدعو لله ندا دخل نار. یعنی کسی که مراد الله به شرک و مراد ای جامعه در جهنم می‌دارد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.